سلام. من برگشتم با یه ویدیوی دیگه و توی این ویدیو میخوام راجع به یه اتفاقی که توی زندگی من افتاد و میتونم بهتون بگم که از دانشگاه آزاد تا فولفاند آمریکا رو شاملش میشد رو براتون تعریف بکنم. دارم باهاتون صحبت میکنم ساعت 11:30 شب هست که تازه برای من یک پیام ارسال شده توسط دانشگاهی که هنوز دانشجوی دکترای فولفاند شیمی هستم اونجا و گفته شده که برای سال نو چیکار باید انجام بدیم و از طرف دیگه منتظرن که من وارد خاک آمریکا بشم. اما خب فکر نمی‌کنم این امکان دیگه برای ما ایرانی ها در حال حاضر وجود داشته باشه. متاسفانه من میتونم بگم بعد از زحمت‌های خیلی زیاد تونستم فولفاند آمریکا رو بگیرم. بعد از اینکه سفارت رفتم چند ماه بعد با قانون تراول بن مواجه شدم و میخوام براتون توی این ویدیو از اول داستان رو تعریف بکنم. خب ماجرا از اینجایی شروع شد که من توی دوران ارشدم شیمی تجزیه توی دانشگاه تهران شمال دانشگاه آزاد بودم و اون زمان وقتی که میخواستم پایان نامه کار کنم یادمه که زمانی که اونجا وارد شدم یک خانومی هم اونجا بود که حالا نمیدونم کجاست، هر جایی که هست امیدوارم که بهترین ها براش باشه. وقتی باهاش حرف زدم به من گفتش که خیلی براش موضوع پایان نامه مهمه که حتما چیزی باشه که بتونه باهاش مهاجرت بکنه. من تا اون زمان هیچ چیزی میتونم بگم از مهاجرت و اینی که میتونم اصلا برم دانشجویی جای دیگه ای درس بخونم حتی ایده‌شو نداشتم، فکرشو نداشتم و همیشه این جرقه ابتدایی برای من خورد که خب ما میتونیم مثلا بریم و برای دکترا جایی درس بخونیم که خب یکم شاید متفاوت تر باشه، یکم که نه خیلی متفاوت تر. بعد اینجوری شد که همون دختره و بقیه یک سری موضوع پایان نامه هایی برداشتن که خب خیلی ساده بود، ولی من رفتم و پول پایان نامه ها رو برداشتم که الکتروشیمی باشه. الکتروشیمی رو برداشتم و روی ساخت ایمونوسنسور تشخیص سرطان کار کردم. پایان نامه اوکی شد، مقاله‌اش رو نوشتم و شروع کردم به زبان خوندن. بعد از اونجا کم کم اپلای کردم رو شروع کردم که اول از همه میتونم بهتون بگم که با یه شرکتی کار کردم که اون شرکت سرم کلاه گذاشت، پولم رو خورد و هیچ کاری هم نکرد. این شرکت هنوز داره کار میکنه ولی نمیتونم اسمش رو بگم. شاید الان بهتر بوده باشن، شاید نمیدونم، شاید واقعا نمیدونم، شاید واسه بقیه بهتر کار کرده باشن یا شانس من بوده باشه. ولی کلا توی ماجرای اپلای پیشنهادم بهتون اینه که به هیچ وجه منم وجود کارتون رو به کسی نسپارین و خودتون انجام بدین چون قطعا میتونین. خب بعد از اینکه اون شرکت این کار رو با من کرد و حالا اون شرکت میگفت نه من مقصر نیستم، اون کسی که اونجا بوده مقصره، حالا هر کی مقصر بود، من 1 سالم رو از دست دادم، من نتونستم کار خاصی بکنم ولی خب اون تایم داشتم زبان میخوندم. بعد از اون توی سال بعدی که حالا مدرک زبان داشتم شروع کردم خودم ایمیل زدن و توی ایمیل هایی که میزدم تونستم 5 تا دانشگاه رو در واقع اوکیش رو بگیرم. فکر کنم 16 تا اپلای کردم، از اون 16 تا 12 تا رو ویو کردم، فقط پول 4 تا رو دادم اون زمان و خدمتتون عرضم که نتیجه این شد که توی اون 5 تا دانشگاه قبول شدم و در نهایت حالا ماجراهایی که اتفاق افتاد و غیره نشد که در حال حاضر کاری که دارم انجام میدم اینه که خب خیلی موضوع سنگینه، خیلی ماجراها اتفاق افتاد این وسط که دوستم همش رو براتون تعریف بکنم، اما فکر می‌کنم الان برای این ویدیو تا اینجا کافی باشه چون که باید ذهنم مرتب کنم و دونه دونه بیام بهتون بگم که چه اتفاقایی افتاد، الان میخوام چیکار کنم. ولی الان هدفم اینه که کل کشورهای دنیا رو براشون اپلای کنم، ایمیل بزنم، با استادهای ارتباط بگیرم و قطعا یک سری ویدیو براتون درست میکنم که با من ایمیل بزنید، با من استاد پیدا بکنید و همواره دارم این موارد رو بررسی میکنم
و تا اینکه بهش برسید باید واسش تلاش بکنید، ولی خب گاهی تلاش کردن هم کافی نیست و یه اتفاقهایی میفته که اصلا در حیطه قدرت تو نیست و تو باید برای همه اون اتفاقها آماده باشی و من اون زمان نه به این فکر کردم و نه براش آماده بودم. واقعا خیلی ها به من میگفتن همزمان به غیر از آمریکا برای کشورهای دیگه اقدام کن، ولی تو مخ من رفته بود که بهتر اینجا برای دکترای شیمی آمریکاست، پول فاند اونجا میدن و به هیچ کشور دیگه فکر نکردم، به هیچ کجای دیگه ایمیلی نزدم و الان میتونم بگم که فکر میکنم یه 2-3 سالی رو اینجوری سوخت دادم و از اول باید همین چی رو شروع بکنم. لطفا اگر که دوست دارین که با من ایمیل بزنید یا اطلاعاتی که من به دست میارم رو باهاتون شیر بکنم، از جمله این که در حال حاضر آیلز کنسل شده و من میخوام تافل بدم و اینکه چطور قطع استادها رو و کشورهای مختلف رو اپلای بکنیم رو داشته باشین، حتما سابسکرایب بکنید که با هم دیگه این مسیر رو ادامه بدیم و این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید که بدونن باید چندین پلن داشته باشن، 156 تا پلن داشته باشن، نه یکی نه 2 تا نه 3 تا.